چه خانم خوشگلی، میتونم شمارتون رو داشته باشم؟ چی میگی پسر جون؟ برو خجالت بکش، تو سنت به من نمیخوره. برو رد کارت. سن و سال بهونه است، مهم دل آدم. داداشم بیاد برات بد میشه ها. رفته مغازه بیادا. اینطوری میگی من برم؟ وای میستم اصلا تا بیاد. آبجی اتفاقی افتاده؟ پسره چی میگفت؟ هیچ نیست بابا، بچه هست. پسر خوب یه کاری کن ناموس آدم میاد بیرون راحت باشه. ببخشید واقعا قصد ناراحتی نداشتم، شوخی بود. ببین پسر یه کاری کن وقتی که ناموس آدم میاد بیرون احساس آرامش داشته باشه. آبجی شرمنده.